дар бораи нопадид шудани як духтарак дар ноҳияи рӯдакӣ ҳамагӣ як рӯз пеш дар шабакаҳои иҷтимоӣ эълон нашр шуд. Аммо имрӯз мутаассифона пайвандони Руфейда Иноятова хабар доданд, ки духтаракро мурда пайдо карданд. ҷасади Руфейда Иноятова духтараки 8 соларо дар ноҳияи рӯдакӣ каме дуртар аз манзили зисташон пайдо карданд. тафсилоти ҳодисаро феълан нашр намекунем ва ҳатто намедонем. ҳаминашро мегӯем, ки ҷасад каме дуртар аз манзили додарам пайдо шуд, навиштааст аммаи духтарак Саида Иноятова. ба гуфтаи вай дирӯз Руфейда ба ҳоҷатхонае, ки дар кӯча назди манзилашон будааст, баромадаву барнагаштааст. ба иттилои хешовандони Руфейда Иноятова мақомоти милиса ҳодисаро тафтиш мекунад ва феълан вазороти корҳои дохилии Тоҷикистон дар ин бора иттилоӣ надодааст. чаро кӯдакону наврасон тез ғайб мезананд? омили ин раванди номатлуб дар чист? чаро ҷомеаи Тоҷикистон нисбати ин амали зишт хомӯш аст? кӣ бояд ба дарди дили волидони ин гумшудагон дармон шавад? ва шояд аз хомӯшӣ мо истифода карда он одамро бо ёни қотилу бадтиннат нақшаҳои палидонаи худро амалӣ мекунанд? бубинед, ки агар як кӯдак дар Россия гум шавад, аз мардуми оддӣ то мақомоти қудративу сохторҳои дигар ба по хеста эътирозҳои дастаҷамона мекунанд ва ба ҷустуҷӯи он мепардозанд. дар мо чӣ? дар поёни ин навор мехоҳем ба мавзӯе баргардем, ки як сол пеш духтараки 19-солае аввал нопайдо шуда буд ва пас он устухонҳои пора пора, ҷасаде ки шахсияташро шинохтан ғайриимкон, куртаи даридаву корзадаашро пайдо карда буданд. бигӯем شیرین میکنم خدا گیره تو با قاتلای نامسلمانی نفر دختری من همین خراب دعاشو در دیلش کشم. استخوان‌های پاره پاره، جسدی که شخصیتش را شناختن غیر امکان، کرته دریده و کردزده مهرافروز 19 ساله را روز 28 август از یک غار لاگر خرنگان بعد از 5 ماه بینام و نشان شدن این دخترک آرمانی پیدا کردند. خاله گلخمار که 45 سال دارد از غم و غصه و فراق زیاد پیر گشته است، ناتوان شده است، برای مهرافروز غور مرگش می سوزد و می نالد و دیگر توانی پیش بردن زندگیش را ندارد. میره که منه امیزه مردن داره آخه نداره آخه دختری بحثه مردن نداره ارزوی بسیار داشته که اما نصیحت میکردم که من مردم دعا گو بلم گو مردم آواد گیر امید نداشتم که من نبرد بالمی دختر بکنم خانم دروه وحده خانم رفرزی 5 ماه گم شدگی اونجا من داری همه پرکراتورا و همه ملیس خانه گشتم فقط تو را گفتم زنده تایام گفتم این وحشیات را کشتم نه بچه خدای باید استخوانهای دخترم یافتم چشمای خوش روش نیستای همه ریختای رفتای وحشیات خوردن چیکار کرد دخترم چیکار کردنی؟ نه من باید دختر جون که من 5 ماه خطی میره گفتم ما چی گپایی نفهمیدم ای آدم ها دیدم گرفته ایره فایشش ای رسیه رفته حتی همی لگری بالا من همی چیش برو اومد همون تلفنش برو اومد رفتیم نموندن ما دادر ما قریب لد کنن که یکیم که فایشش دادی تریشی این دختری من همین شنوندن و بردگیان همون گفتایی که زدمشه هوشش رفت بردم بالا
آخه سیگنال تلفنش اونجا برآمد. یعنی لعنتی‌ها با نموندن. دختری من اکامینا رفتن نموندن. درآمده اینجا ماشو رفته که دارو و کار کرده. اکم دویده کرده رفته گفته رو موزی دخترش میبیارم خرسان میشه ساز میشه. رفته که اکاش گفته که میگه خودش همون زنک قراولای گفت مهیا نام داره. او بچه خودش تیلدا نام داره. دودری همون مهیا قراولی لاگیره مهیا. گفته که و میگه اکا میگه که تو دانی داری لاگیره آمدیم رسیدیم که تلفن کرده کشته دودرش ده چیکار کرد که وای گشته گفته که میگه ماشین قطعی از مولا گرده نرسیده خوش رو که میگه ماشین قطعی آمده با 60 تا پیش ما کرده که گشتیم نگاه کردیم که فرو آمده و دستوره نشان داده. اکم گفته که گفته اینجا دختر پختر نیسته در اینجا چیکار میکنه دختر این من مایورم گفته بگیر گفته برا گفته من نمیمونم تا. آخه این سیگنالی دختری من عاقبت معلوم شد. اینا گفتن که ما زدیم شد طرف همون بالا بردیم هوش آوردیم با عاقبت همش عیان شد که بالا جای بالا همون جایی که همون جای اونجا یک جای جزیره. ما فهمیدم که اونجا ده او آدما پول میگرفتن و دخترای مردم هم میگرفتن جا میکردن. مردایی که پول داشتن دخترها هم میآوردن اینا پول میگرفتن واره دکام نتن خواه یا مجبوری آوردگه خواه بوای. من فهمیدم منم مادرم میسوزم میکاوم میگردم. آخه مایار چی کار داره در این کار؟ همون مایار هم فیرات کنن بگذار جزاش بینه. باید که مایار در جای کارش مایار باشه. در کارهای شخصی باید لیزین نکنه به او دستوره نیست. اگر گناه نمیداشت میگفت مرامت برو بینه تون ادا در جان سپوتینگ میگن دروغ نشان داده خطا کرده. من برای همین دکزتی همین کار آمدن و من خونه یزنم بووک ده خرنگون طرف یوسو ما زدیم نمره یزنم در دوری همام ریش گرفت ساده بوده. زدیم گفتم چیکار کردی؟ گفت اونجا تاری وای نویسنده که همام. گفتم که آخی این همام بوده یزنش توغری برآمده و یا چی میگن ناتوغری های دروغ میگه. ادا در جان من دیلم همچون مادر میگه که این لعنتی تاکسی بوده. دختری من شین گفته ای پدنالد ای همی قداوه ای آخی نه همیجا بوده او بچه. آخی دختری من گفته که آدمی طرف خودمونه 6 تا گشت نبود و نمیشش خودیدم همون روز 6 تا گفته که قشلاق میرم خونی بابام. این هم خسته برآمده 6 تا که در رگی خوش گفته زدم هوشش رفت بالا طرف بالا بردم به هوش آوردمش. بعدا با خیلی قدش قد به قد گرفته به هوش که آمده که قدش جنگ شده که تو چی من آوردی کی چی کی من میخواهم که انمون لگیره پانی هم مشد وای کنن کفتوکاو کنن بوی آورن یگان چیز دیگه هم همین فهمن ای آدم ها این من باور نکنن. دیگر کسا پرسن رازوید کنن میفهمن که همون آدم ها چه خیلی آدم هن. بعدا با ای خون سهر کتی ای خونی یک اوچسکا با کولده یک باز زدیم که اوجه گریزوندن اینجا آوردیم پایونتر. ایش کارکنی آرگنه یا دختر فاطمه میگم با کولده خیلی سیویاز هست اخی هیچ وقت در پیش تو یک آدم نباشه خود تنها این کار کرده نمیتونی میترسی چه خیلی این من بازی چه خیلی میگیرم میکنم. اوجا یا گروهی کلونن اینو در مباش دکتر هم هسته کارکنی ارگان هم هسته ممکن برای یگان گرده پردشون میگیرن این دخترای با قوتی خشرو را پول کار کنه میگن با این دختری من خونش کامیاب بود چون گرفتن خونش هم گرفتن گردش هم گرفتن دلار قطعی و قطعی فروختن من نمیدونم آخی هیچ که در کاردار نشد. این دلی مادر ای همه چیز فکر میکنه حوزی میمورم ای روی همین کار دختر صغیره کلون کد فهمیدی به عذابا کلون کد ما آخی من دای میاردمش میشدم همین دختر در 5 ماه گم شد کفتیم اخیری که من کسلی خان دارم دختر میرفتم زن زد که بیاییم که دختر ما چیزی شیافتن میروه که میبرنش مال که خطای دخترش میبرورن همجا 3 کارچه زدگیه
کورتا دروندگه اسمه قکالتاب ده کش ده دروندن ایجوش دروندن کورتا سخت بود نه جورا دروندن یک کورتای خالی داره نه پوچه داشت نه بستنوشکش بود نه تپوشای تگش نه نمولش هیچ چیش نبوده اگر به درجه عذاب داده دخترک که خودش گفته ایم بچه که من عذاب دادم بعد آخر در بوغی کده کشتمشو درم غور پرد دفتم این حالی کروشم خیلی نمیدونم که دیگه پیشگی آخر در ما میامی دولت بوم برم دولت ما دولت خوبه ما یگان چی نمیکنیم آخر که دیلای امی خواهر من در دستی جانی نوریدین زد بعد امی قش آشکار شد زنگ زدم آدمی رحمت بعد پدرش رحمت هفتشتش رحمت کنم من کلا در جان کجای رفتم دویدم رفتم سوختم با من داشت ایزام دادن گفتن دوم گرفته رفته گه دختر قچه کلون میکنم میگم ای مسلمان دختری من خیلی نیست این اوزی اگر باور نکنم خونه هم داشته گه آخه هم ما میگم ما هم گفتیم که میرافروز نرفته میرافروز بردگی هم ما میگفتیم ساده نوزی همی خانه چند باره خانه شد و پر شد ساده میگن میرافروز ما آچه میسوزم میگن ما برای دختری تو ما میسوزیم و دختری خوب بود با هم کم بغلی خودش عذابی خودش خواندنی خودش آخه امی دختره خوب بوده خیلی دختری نه دخترو ای حسابی خود چون سوم کار میکنن این دختر امی خیلی دختری حق بود که اوچهش گفته توی کلان شدی دختر میره در توی مردم پسوده میشوی گفته اوچه جون من نه جلبی کردم نه غاری کردم من نه غیبت رفتم من استودنتم من پدر ندارم من میرم امورا میشوند مرا پول میتیم من میرم پولی مکتب من میسپارم اوچه تو زیق نشو پولی تو را میگره خونه در از خود میکنیم این همی دختر رفته این نمو همسایه هست اینجا که تا ساعت 12 را میگه خونه ما در پسوده شد سومو 150 سومش دادم شب اومده و چشم میگه نخیلی اوه گردم درک کرد همه خیلی خواه شد نمازش نخواه میگه شاده در خواهش خواب دیده همی دخترک این دوام شد چشم بگه که چه خواب دیده من گفتم که نرو استودنت شدی مرجان نرو گفتم استودنت شدی ای بای ایزو نمیکشی گشت گفت که اوچه جان غاری و دوزی ای بو ایزو ای من مهنتی حلال خود من میکنم گفت میرم گفتک میگیرم مهنت میکنم گفتک مهنت میکنم گفتک آخی ما میرم ریتینگو ما میسپرم راه پلی میکنم میسوز پل ریتینگو شگو 150 سومون گرفت سهر قطی خیس رفت کو ای خواه خیس موزاش خوند خیس رفت سر روش شوش بای کردو خیس لباسش پشید رفت گفت که چجا میرم رفت تا ریتینگش سپوریدک آمد گفت چه قسمی او بدورن و یا گویا 4 تا سپوریدن یکی 2 تاشه او بیش سپوریدم دو ریتینگ با آمدم و چجا اینا کاری خوب نشد آخی ایدو بانک قرض دارم اینو میره افروزم همه میگه دیلی ما همه خیلی با همی دختر سوخته سایی که ما نمیتونیم ما نمیتونیم چکر همه آدم ها که بگیرن یک خیل آدم که بگیرن علوش بزنن یک خیل آدم که بگیرن بپرونن نه که او را نه علو بزنن نه پرونن او را خدا بزنن او را زدگی خدا چی کاری میکنه خدا بزنش همین میدونن همین قانون خودش میدونه که برای خیلی آدم ها چی جزوه دیگه خیلی خواهر ما ایسورو که دیلش همه گفه میگه همین دخترک پیش ایمودنش همین 2 روز پیش رفته هم پسوده ششتم پسوده ششتم و شب خواب دیدم نمازش نخوند شب خواب دیدم ساعت 2 شب بود ساعت 2 شب بود فخت کرده گیره دورا سویت در کرونه و گفتم که میرفت جو گفتم چو کردی خواه نداری کسل شدی گریب شدی گشت گفت که چجور نه گریب نشدم و گفتم خیلی چکو کردی من خپا گیره داشتم و گفتم چکو کردی خیلی و گفت چجور ترسید و من دختری ناترس بود تو همین بگه می اومد ایکار روشین تیار میکرد میخوردیم میگرفتیم همه را میشوش میگرفت آواش جوش میشد در روی حالی تا ساعت 2 شب یک شب ولی باز میشوشت میگفت که اکنون نمیترسید میگفتم نمیترسید میگفت که آخه چجور من نمیترسم همون روز نه که بعد همون روزی خواه دیدگش میترسید میگفت میترسم و چجور گفتم چه خیلی خواه دیدی آن خیلی میلرزه اوه چشمش ریخته است بالای همین رو و یاشتا شهر رست میگم
چون کردی میگه که خوابیدم و چند گفتم چه خیلی خوابیدی گفت که خوابیدم که تلفنم زنگ زدم گفتم برداشتم گفتم السلام علیکم الو گفته با گفته که میگه آوازی همه خیلی مهینه خوش روی پارم چه خیلی دک ولی من دیسکو مسلمانی گم میزنم و چجور میگه همه خیلی میگه ای بنده به تو پیام اومده است و میگه پیام از جانبی کی گفتم که گفت که پیام از جانبی پیغمبر محمد گفت چه پریدم خیسته ترسیدم و چجور من لرزم گرفته آوازی فاره بدونه که ترسیدم گفت من میمورم چی بلا چجور گفتم نگو نمیموری تو ترسم مانده شدی شوق تارت نخوندی برای نخونده بخیر درامده دیگه تیش کردم که بدی درست زیخ بودم تا بدی درست اینا گم شد رفت اینا میکشته بودی دیگه خواهی خود چه دیده بودم آخه دختری من دختری خوب بود دختری پاکی از اون کشیده رو چنگ دیاراش میخوام که به قاتلاره یا من کش رو هم باشه من فهمم که دختری من چه خیلی کشته باید در چشمی من خیلی نگاه کنه گوه که من خیلی کردم من دونم که فرزندی بازم کلان کردگی من چه خیلی مرده آخه میمونم تایی من 5 موتر کفت میمونم آخه بچه ها رستان آوردم دیده بودم با می کوه پاشه که پاش درده دیگه باشه پاشه چی نبستونش این دست میکنم خیزه گوشتای دخترم رزاده خورده نه وحشی شده نه یادم ای خدای پیشی خیلی آدم ها را گیره گیرن پیشی ری و خیلی آدم ها را که چند دخترین گم شد ساده فهمن که اینا را برای گرداشون دل جگرشون میبرن برای چی میبرن کار برن اونم دختره که 3 سال شده بیچوره را اونم ده همه غرب برای همه میگن که او دختره که اول قطعا بچه میگشته ایمونی حامیله شده او دختره آورده بالانای بچه را نو کرده همه چیز شد گرفته ای بچه بعد گفته که خیلی تو مرا خیلی کردی مرا بگی این خیلی نخوریدهش زدهش یک بار گفته است که در همونجا که یک بار نخواهد جقیدمش مرد غلطید مرد بعد همین بچه که دختر ایره کشته همون بچه دیگری خطی بردن در همونجا پرت افتن این اکه این برد پرت افتن که میدونه کجا بوره با یک کسی دیگر چی رفتن روسیه 3 سال گشتن تلفن دخترک در دستش بوده نه که نمره تلفن در دست میلیسه بعد همین تلفن همین سال این طریق یک دم میگیره که میلیسه میقپن شو میقپه میگه تلفن تو کجا گرفته بعد میگه تلفن میگه ایدست یک کس خریدم این صورت در دست میلیسه گفته ای که خریدی میشیناسیش گفته او نشان دادن که گفته ای میخریدم اومدن بردن هر دین این بچه ها را گرفتن بردن اوش کشنده به کسی اجاش نم بودن پرت افتن در غار دختره که خب چه کردن بودن پرت افتن او دختره این که 3 سال پس این تلفن یافتن مثال گفتن دیگه تنج هیچ گم نه با یک تای دیگه کشتن در کوره با دختر خواهری من اومده خیلی بیچاره این نوداری عیب نیست این غری و جلبی عیبه نکه اولی آدم ها میروند چی کارای بد میکنن خیلی میره بردن سایری گلی لولا همه دختره که بردن یه چشم گفته وازی نرای بچم دریکتر جنگ میکنه یه روز پیش میره جو میگیری کو هم تریده بردن جو گرفتن بعد اومده دیگه شال پرش در بیچاره و چشم گفته بخی برا که اولی دریکتر جنگ میکنه بعد میگه اینه تای روی چشم فردی نوپسندی که گفته و چه مرا نمیفوره هر کس در گوله سری تو گب زنه دیگه پوشیده خسته بونده رفته با میگه همسایه که رفته و چه دیده گو ای دور گفت دستم خیلی که او چه سون بته بعد سه میرفت جون این همجا مکتب ده یکون چیز میپزن میفروشن 5 سون کار کدب ده
نفته جیبکش کوفته گفته که دختر جون 5 سوم دارم گفته چه میشود گفته 3 سوم در تاکسی در میرم 2 سومش در پروشکی میخورم کارت استودنتین در 1 سامان دارم میام 14 سوار میشم خانه میام ایسونش گفته ای خدمونه 14 سوار شده اومده فرامده که و ابله آدم کش در نمجه استودگی بعد گفته من میرم بچه را شینوخته بچه این بیشه اینجا بعد ششته میگه همین بچه گفته است که دین بچه ها ما رفتن و بچه را سخت قبلا اول نگفت باید بچه گفته که خیلی شینونده بوش موشینده خیلی بعد چی گپی شد موبینده که زدهش همه خیلی زیل زده یه آدم کشته اوخی زده که می دختر هشش بر رفته هشش بر رفته و دختر بشینه خودم دختر هشش بر رفته گرفته بر رفتهش دیگه بالا هیچ کی ندیده بالا بوده و لگه بوده او کجا بوده خدا زده انکسو در میگه بوده اوجا نه بود گفته که من شارش کنم خیزوندمش خیزونده دختره با کی خیلی شماش که در کجای دیگه خط به خط گرفته خیلی دختری خیلی سختر بود و خیلی وقت بیچاره کاری سختره میگن که رنگ و مومش میکرده این زور بعد بالا بوده اوجا خیلی به خط گرفته دختره که نمیدونم با چکارش کرده که یا همونجا دا کشته یا اونجا دا اون معلومات نداره میده بعد گرفته هم بالا بوده خیلی چکارش کرده نکرده هم در غار فرشتوده گفته که جکینم کشتمش غار دا پرتافته 5 مشده ما آدم میکنیم و خدا زده ها در نمجه می اومده می رفته ما رو که چکار میکنن می اومده می رفته امجا یک بود بچه می کلاب تلفن میکنه میگم تلفن می رفت روز پیش خونه تون بر اومده است خلا برو می رفت روز اومده میترسه این میبره که 2 بچه میگذره و همون چنین دختری ما را کشتگی بدیانه تلفن در جیبکشونه و خدا بخبر و نمیفهمه که ما بس خودین نگه داریم که تلفن کجا در فرگشت است ما فکر کردیم که او تلفن در همه دختری خود ما فکر نکردیم که همون روز دختری ما را آورده کشته بوده فردوده تلفنش در دستشون فرگشتن این هم خیلی دیگه دینرف 16 دختری ما مرده بود اینا 16 روز همه کلاب اومدن در نمی خونه خطی نمی دختر نمی همسایه خطی همه ما متهم داریم در این خونه من اوله خودگی منعکم تک مانه میگذاره عروش ما را گم کنیم خدا خونه شده بسوزن ما همی دولت ای حکومت ما می نداری با ای امید جون که همه دختر دیله خواهری من را برداشت و همه را سخنهای خوب گفت این 14 روز توقت کرد گفتش که اپا جون این کتای خیلی همه دوره یک کتا همه دوره همه دانستن ایره دلتهی که همه دوره اول بستان نمال دختر که بیون کشلوکش بیون پوچش بیون بعد خیلی دختری خودن میشه اپا جون ما میکویم سخنهای خوبی و گفتگی نکده توقت کرد دینه خشمو در زنگ زد که اینه موده بعد و دینه رفتیم گفتن دختری خطای بعد شروع فهمید که دخترشه بعد آوردم موده را همه زنک خودشا میخپیمش نمیشه اکان پای دخترم مخپم یا برم خدمت در روی دخترم پرتم این زور ایوکلی یاد کردم زن شیرینه مدرکش آفرین صغیره کن رفت روزی شیرینم یاد کردم تو ماخی 5 ماه در غار دختری مادگی یاد کردم آخی پاچام کپی تو گشتم دختر گفتم من همین 2 بانک قرض دارم برای میرفت جانم اینا با قرض داری دنیا شدم برای کفت و کوی میرفت روزم ایسا دویدم اوسا دویدم نیافتم دختر به استقانه خالش یافتم میرفت روزه که من 7000 بانک قرض گرفته بود که اونچه من در لباس پار خریم من در تلفن و کامپیوتر خریم من همه کار کردم گرفتم نه تو بار شده بود دادن شکی دوزیدم بردن کشتن دختر خودم 5000 ای بار گرفته که بدون برای نمی خانه که تو خانه که هستیم از پدر ما مونده من گفتم دکنه میکنم این همش نابود شد رفت میرفت روزم گم شد وای خودشم رفتن نه که قرصی دنیا در سری من مونده دادرکش کسلی روحی باری شده یعنی
دوداره که خودش کلام کرده بود میرفت رو سیفی سه بود دودارش 3 ماه من کار میکردم بود این کودک لولاک میکرد کودک بودی میکرد وقتی دوداره کش رواهی کسانی روی ده قریب اومده نمیدونم چیکار کنم ای خدا ما همین حکومت داره و ای دولت خواهش میکنم که همین قاتلای دختری من به جزا نمونه و جزای همین سخت‌ترین گرفتارشون کنم ای همه اون کسانی که مسلمانند مادر دارن خواهر دارن میخواهم که همین به درد دلی من برسن همین من فهمن به من کمک کنن اگر تانن که قرضای دختر بسپرم من نمیدونم من چقدر دیگه عمر ببینم من درد غمی دخترم میرم روز جا میخوام که همین نمورد قرضای دختر بسپرم اگر من چقدر همزور شو میرسنگی یردم پیان من نانامی دختر من تانم کرده قرضاش تانم دادم بمورم و به آرمان میمورم که دخترم دیگه قرضا نیستن آرام خورم من با امید بودم که دخترک من میام دو پسه بشه قرضای خانه را همه را میکنه لیک ما دیگه هر چیز فکر میکنه قسمت دیگه هر چی بوده همین آرزو دارم که همین قاتلا به جزا نمانن و همین میرفت روزی که من کشتگی ها همشون بس جزا ببینن جزای سخت ببینن که دیگه مردمی که همین مسلمانی در دلشون نیستن مسلمان میگن همین کار میکنن ترسن فهمن که دولت هست برای خیلی آدم و قاتلا حکومت یک چاره میبینه دیگه دخترای دیگر را خیلی نکنن نگوان که بسویبن هیچ که در این دور بسویب نیست ما پدر نداریم یا کم بغل نشدیم ما را باید بکشم ما خدا داریم خدای دتور سر هسته من شکر بکنم که این لعنتی ها این کار کردن که من شب و روز دعا میخواندم بچه جان نماز میخواندم تا سهر من خانه میرفتم فقط نماز میخواندم که خام نمیبود آه وای با امید بودم که میرفت روز من میام نکی نیفتم ما امی جناب ای هم امی امی جان خیلی خیلی راضیم که وقتش در یکم گم شوی دخترم در من بگی جو رفتم شکایت کردم گفتم که دختری خوبه دختری من هیچ وقتی قرض من نمیپرتون نمیره میدونه که من دولین دارم دیگه کس ندارم من بچه از آقای کلام کرده که نمیره و میگفتم من با یک پای میگفتن که ای دختره با باوری نیست دختر خیلی نه دختر خیلی نه مورد به یادآوری است که مهرافروز در کورس اول شعبه غیبانه یکی از فاکولته دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل میکرد و همراه مادرش در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 69 ناحیه اسماعیل سامانی به حیث لبرند کار کرده زندگیشان را پیش می بردند. روز 4 اپریل مهرافروز لباس زیبایی چکن به بر کرده همراه دوگانه‌هایش به بزم گل‌های باغ به نام استاد صدرالدین عینی رفت و دیگر برنگشت.